کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر باختر هنگام گزاراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجوی مرد 33 ساله ساکن کوچه مدنیت شهر مذکور را با گمان آدمکشی دستگیر نمودند. این نفر احمدزاده فریدون اسمت‌الله میباشد که پیش با ماده 248 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان یعنی غارتگری از آزادی محروم گردیده است. این نوبت باز دست به ساده نمودن جنایت وزنی یعنی آدمکشی زده است. معین کرده شد که نامبرده چند مدت اینجانی با پسرخاله شیرین و سلمان خان سال تولدش 1986 ساکن دهه قهرمانی ناحیه کوشانیان بینشان مناقشه و بحث‌های لفظی سر زده خصومت و بدبینی پیدا گردید در آخر به یک فاجعه مرگبار تبدیل یافت. روز 27 مارس سال جاری هنگامی در نزد منزل استقامتی بابایش واقع در کوچه حیات نو شهر باختر قرار داشتند بین همدیگر مناقشه سر میزند که در نتیجه شیرین و سلمان خان کارد خواجگیداری را از جیبش برآورده به طرف احمدزاده فریدون حمله میکند. احمدزاده فریدون در نوبت خود کارد را از دست شیرین و سلمان خان گرفته با یک برحمی مخصوص 7 مرتبه با کارد به عضوهای حیاتاً مهم شیرین و سلمان خان ضربه زده او را از پای میافتاند که آخرین از جراحت‌های وضعی جسمانی گرفته‌اش در جای حادثه به هلاکت میرسد. من پسرخاله‌ام خدی گپم گریخته بود. رفتیم شاوده ساعت تقریبا 8:30 شب همونجا و وقتی هم دستاش ای کسش برآورده هم کیسه اسپاوکش من هم کارد دیدم دستشان خیلی زخرت کردم کورچه را گرفتم خیلی 7 کاردش زدم. عین حال نسبت گمانبر احمدزاده فریدون در پرکاتور شهر باختر با ماده 104 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردید. تفتیشات آن ادامه دارد.